خیابون صدرالدین عینی دوشنبه تاجیکستان. حوالی ساعت 2 ظهر. با ما خب امروز گذرمون خورد به خیابون عینی حوالی ظهر و خواستم که تو این ساعت از روز هم بهتون نشون بدم که اینجا چه خبر هست. خب یکی از شلوغ‌ترین ساعتی هست که تردد کلا توش داره انجام میگیره و هم ساعت ترخیص مدارس هست و همین که از ادارجات در واقع کارشون تموم میشه. بعضیا خب اینجا در نوبت‌های صبح و عصر مدرسه میرن، میگن مکتب در واقع جای مدرسه، و بازاراشون هم اکثرا یه جوریه که بازارهای بزرگ از سر صبح باز میکنن تا ساعت 4، بعد دیگه تا 4 اوجشه. حالا دیگه بعدش ممکنه که تک و توک باز باشه طبق اون چیزی که من متوجه شدم. خب عرضم به حضورتون که کلاً شرایط اینجا به گونه‌ای هستش که ترافیک ها کلا روون هست، یعنی درست شلوغه ولی طوری برنامه‌ریزی شده که ترافیک سنگین نباشه و رفت آمد به صورت طبیعی در جریانه. لباس مدارسشون که خب یک فرمه، اکثرا برای آقا پسرها کت شلوار